روان دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنر تو سنگ خاره، دشمنر تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الله متعال را سپاس میگیم که در یک روز مبارکی و در یک ماه مبارکی و در یک مکان مبارکی برای ما شما توفیقی را نصیب میکنه که بر فهم دین الله متعال کنار هم جمع شویم. و از الله متعال استدعا داریم که این توفیقش را از ما نگیره و بلکه بر این توفیقش بیافزایه. و زمان الله متعال به این نعمتش می افزایه که ما شکر این نعمت الله را بدانیم و این وعده الله هست که لئن شکرتم لأزیدنکم. و بعدا از الله متعال استدعا داریم که بر ما اخلاص نصیب بکنه تا عبادت الله متعال را خالصانه بکنیم، چون از مهمترین شرایط پذیرش عبادت اخلاص به خاطر الله هست. بس به دلیل ازی که ما شما در یک ماه بسیار پربرکت قرار داریم، خواستم دو مورد را اشاره بکنیم بنا به ضرورت. یکی ای که تأثیر رمضان در تزکیه نفس انسانی چقدر باشه، و نکته دومی که از رمضان چگونه استفاده و بهره برداری درستی بکنیم، چون اصل محتویات بحث ما شما تزکیه یا پاکی نفس انسانی در پرتو قرآن و سنت بود و در ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. خیلی خوب هست که ارتباط بین مفاهیم عبادت و تزکیه را هم بدانیم، انشاءالله که این مفید واقع میشه. در روزهای اول ما اشاره کرده بودیم دوستایی که تشریف داشتن مفهوم اصلی تزکیه را که پاک کردن نفس انسانی هست و پاک کردن قلب انسانی هست از عوامل شر، عواملی که سر قلب تأثیر میکنه و انسان را به طرف بدی ها میبره، و قلب انسان را منور کردن هست با عوامل خیر، عواملی که ما را به طرف خوبی ها میبره و زمینه کامیابی ما شما را مساعد میسازه. مهمترین و اساسی ترین عواملی که در نفس انسانی و بیرون از نفس انسانی وجود داره و ما را به طرف بدی ها میبره، یکی خصوصیات منفی نفس ما هست، خواسته ها و شهوات نفس ما، و نکته دومش شیطان به عنوان عامل بیرونی که ما را به طرف بدی ها میبره. در ماه مبارک رمضان از کمال رحمت الله و از کمال فضل الله ای هست که امی عوامل شر، امی نیروهایی را که ما را به طرف بدی به تعبیر عامترش میبره و طلع میکنه، امینا را کم کرده، این فشار را سر ما کم کرده تا ما بتانیم خوبتر تربیت شویم، تا ما بتانیم خوبتر پرورش شویم، یا به تعبیر شرعیش بتانیم خوبتر تزکیه شویم. و او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را حتما شما از زبان علما شنیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در ماه مبارک رمضان الله متعال شیاطین را به زنجیرها میبنده. پس وسوسه های شیطانی در این ماه مسدود هسته. یک میمانه خصوصیت نفس انسانی. خصوصیت نفس انسانی شهوات زیاده داره و سر نفس انسانی خیلی از نیروها فشار میاره تا انسان به طرف بدی ها ببره، و قوی ترین از اینها، قوی ترین غریزه هایی که در نفس انسانی وجود داره، بیشتر همین سه غریزه قوی هست در وجود انسانی. یکی غریزه شهوت زنها یا شهوت نفس که برش میگیم، و دیگه هم خوردن و نوشیدن، اینا از دیگه از غریزه ها که قوی تر هست بنا به عوامل مختلفی. حالا به دلیل از اینکه انسان بتونه خوب خود را پرورش بکنه یا به تعبیر شرعی بتونه به تقوا برسه،
امور رقمی که حکمت روزه گرفتن همی هست. الله متعال زمانی که در مورد حکم روزه بیان میکنه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که شما ایمان آوردین روزه بالای شما فرض شده آنگونه که بالای امت های قبل از شما فرض شده بود. لعلکم علت از این چیست؟ نتیجه کلیش چی باید به دستتان بیاید؟ لعلکم تتقون، تا شما متقی شوین. پس امی عوامل و نیروهایی که در داخل وجود ما و بیرون از وجود ما هست و ما را به طرف بدی ها میبره، در حقیقت ما را از تقوا دور میکنه و الله تبارک و تعالی ما را دستور میده که در خود تقوا را ایجاد بکنیم. و تقوا، مفهوم تقوا را شما میفهمین، یعنی یک نفر قلب خود را به گونه تربیت بکنه و قلب خود را به گونه از ایمان مالامال بگردانه که همه انگیزه های رفتاری انسان خیر و خوبی شود. و چی زمانی میشه؟ زمانی که اول وسوسه شیطانی دخالت نکنه. الله تبارک و تعالی در ماه مبارک رمضان این فضل را کرده، این کمک بسیار بزرگ را سر ما کرده که وسوسه شیطانی را یا کاملا مسدود کرده یا حداقل تقلیلش داده، بنا به اختلافی که علما در شرح این حدیث دارن. و نکته دیگه خصوصیات خود نفس ما هست. خود خصوصیات نفس انسانی موارد سر انسان خیلی غالب میشه و انسان را به طرف بدی ها میبره. بزرگترین از اونها مثلا شهوت زنها هست، چون الله تبارک و تعالی در قرآن کریم هم به این حقیقت اشاره میکنه که میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء. بر انسان ها زینت داده شده. قوی ترین این شهوت هایی که بر انسان ها زینت داده شده شهوت زنها هست. و خصوصا در مراحل جوانی که اکثرا مخاطبین و شما هم جوان ها هستن، این گپ مرا خیلی خوبتر میفهمن که غریزه شهوت در این مرحله چقدر سر انسان قوی هست و بس موارد انسان خود از خیلی از کارها به تعبیر عامترش بچ کرده میتونه، خود خلاص کرده میتونه، خود از غریزه شهوت خود خلاص کرده نمیتونه. حال این که ما چی رقم در مقابل اینمی غریزه، در مقابل اینمی غریزه چگونه مجادله بکنیم، چگونه مبارزه بکنیم، چگونه ایستادگی بکنیم. ماه مبارک رمضان بهترین کورس تربیتی هست به خاطر اینمی مسئله. و همین لحاظ الله تبارک و تعالی بر از اینکه ما را تربیت بکنه، بر از اینکه ما را به طرف تقوا ببره، بر از اینکه قلب ما را از انگیزه های منفی، از وسوسه های شیطانی و از هوای منفی نفس نجات بده، برای ما شما دستور داده که در ماه مبارک رمضان روزه بگیریم. یا مفهوم روزه را شما میفهمین، زیاد روی مفاهیم فقهی نمیپیچیم، اما مفاهیم تربیتی را بیشتر ذکر میکنیم. یعنی انسان مسلمان موظف میشه و مکلف میشه بر اساس دستور الله تبارک و تعالی که از صبح صادق تا هنگام غروب آفتاب چیز نخوره و چیزی ننوشه و امور رقم از شهوت دوری بکنه، از ارضای شهوت ولو به طریق مشروع هم هست چی باید بکنه؟ دوری بکنه. حالا وقتی اگر یک نفر اینمی کار را چی زمانی کرده میتونه؟ زمانی که یک نیروی قویتر از نیروهای شهوت در وجود انسانی و قویتر از وسوسه های شیطانی در قلب از او تسلط داشته باشه که اون نیروی ایمان هست. پس ماه مبارک رمضان دو کار میکنه، یکی که عوامل شر را ضعیف میسازه و دوم زمینه مساعد میشه برای تقویت عوامل خیر که قوی ترین از اونها ایمان در قلب بنده مؤمن هست. پس این روزه گرفتن یعنی خودداری کردن از خوردن و از نوشیدن و از ارضای شهوت در ماه مبارک رمضان به خاطر الله تبارک و تعالی خودش نشانه ایمان یک مؤمن در قلب از او هست. مهم است که ایمان در قلب یک بنده مؤمن وجود داشته باشه به معنای واقعی کلمه، که اینمی فریضه الهی را مخلصانه انجام بده. این یک طرف قضیه که ان شاء الله در این حد الحمدلله همه ما شما در توان ما این گپ هست. گپ بسیار مهمتر دیگه چیست که حال از این ماه مبارک چی رقم بهره برداری بکنیم و چی رقم استفاده بکنیم و چی رقم از این دوره یک ماهه تربیتی ایمانی موفق به در بیاییم. نکته اساسی در اینجا هست که ما در یک کورس یک ماهه ایمانی قرار داریم. از اینمی کورس یک ماهه ایمانی چه رقم بهره برداری درست و صحیح بکنیم که بعد از این یک ماه کورس وقتی خلاص شدیم سند فراغت را گرفتیم، در روز عید فطر تجلیل میکردیم، این امتحان خود را واقعا یک امتحان موفق داشته باشیم، واقعا کامیاب شده باشیم. چی زمانی کامیاب هستیم؟ او زمانی کامیاب هستیم که بعد از ماه مبارک رمضان عوامل ایمانی ما و نیروهای خیر در وجود ما و در قلب ما تسلط بیشتر کرده باشه و ما خود را با آسانی بتانیم از وسوسه های شیطانی دور بکنیم و با آسانی بتانیم سر غریزه های منفی نفس خود تسلط پیدا بکنیم. ماه مبارک رمضان به همین خاطر هست. ماه مبارک رمضان اینمی تو کورس تربیتی هست که ما بتانیم قلب خود را به عنوان پایتخت وجود ما از چنگال نیروهای شر که در رأس شیطان قرار داره و امور رقم از خصوصیات منفی نفس خود را نجات بدیم. و به همین خاطر الله تبارک و تعالی فضل و احسانش در این ما خیلی بالا میره. فضل و احسان الله تبارک و تعالی خیلی بالا میره تا بنده ضعیف و عاجز خود را در این مبارزش در مقابل نفس و در مقابل شیطان خوب کمک بکنه.
به همین لحاظ ما میبینیم که وقتی الله تبارک و تعالی اول حالت انسان را در سوره عصر همین بر شما آشنا هست، اول حالت اصلی انسان را بیان میکنه و بعد از او راه نجاتش را ذکر میکنه. اول عصر و قسم به زمانه ان الانسان لفی خسر، که هر آن انسان در زیان است، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیارن و اعمال صالح بکنن. اعمال صالح اول انجام فرایض هست و دوم ترک بدیها و ترک محرمات الهی است. و علما مفهوم تقوا را هم به همین ترتیب تعریف میکنن. یعنی علما در تعریف تقوا هم میگن که تقوا عبارت از انجام دادن و پابندی کردن به اوامر الهی و ترک کردن نواهی الهی است. تقوا و عمل صالح تعابیر نزدیک به هم هستند و الله تبارک و تعالی هم وقتی در مورد فرضیت روزه بحث میکنه، یکی از بارزترین حکمت های فرضیت روزه را رسیدن به تقوا ذکر میکنه. پس مهم است که ما در این ماه مبارک بعد از ختم این ماه باید واقعا انسان متقی شده باشیم. نکته اولی است که اول این فرصت را غنیمت بشماریم. معمولا در بین مردم مشهور شده وقتی خواسته باشن یک نکته را به اصطلاح تعبیر کلان بکنن، نگه یک فرصت طلایی هست. رمضان فرصت خیلی بالاتر از فرصت الموسی هم هست. فهمیدین؟ فرصت طلایی نیست، خیلی بالاتر از این مسائل هست. پس انسان مسلمان وظیفه اولش است که اولین کاری که باید بکنه از در ذهن خود و در قلب خود اهمیت ایمان را فراموش نکنه. اهمیت این ماه را فراموش نکنه. از افضل ترین همه ماها در نزد الله تبارک و تعالی ماه مبارک رمضان است. خب الله تبارک و تعالی در این ماه دیگه چی رقم بر ما شما کمک کرده و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را همیشه شما شنیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الله تبارک و تعالی در این ماه فضل و احسانش به حد فوران میکنه که در بدل یک عمل مستحبی و نفلی بر یک انسان مسلمان ثواب یک عمل فرضی را میده و به خاطر ادای یک عمل فرضی بر یک انسان مسلمان ثواب 70 فرض را میده. علما در تعبیر ازی میگن، معمولا یک از علما میگن که منظور از 70 یعنی دلالت به کثرت است، دلالت به کثرت داره، یعنی زیاد الله متعال پاداش میده. پس ماه مبارک رمضان زمینی هست برای دو کار. کار اول بهترین فرصت هست برای جلب ثواب و برای جلب خوبی ها و برای جلب نیکی ها، و نکته دوم بهترین فرصت هست به خاطر زدودن بدی ها. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت به خاطر دو کار هست، یکی برای کسب ثواب و اجر و مزد، و نکته دومش برای زدودن بدی ها و گناهانی که همیشه انسان ها را احاطه داره. خب این باید چی باید بکنیم؟ چگونه اینمی کار اجرا و عملی بکنیم؟ زمانی ما این کار اجرا و عملی میکنیم که اول در ذهن ما اهمیت رمضان جا گرفته باشه. اگر ما نگاه ما به ماه مبارک رمضان مثل سایر ماه ها بوده باشه، بازی فرصت را از دست میتیم، از این ماه استفاده نمیکنیم. پس اول این در ذهن خود جا بتیم که ماه مبارک رمضان در طول عمر زندگی خود وقتی الله تبارک و تعالی بر ما این فضل بزرگ را میکنه که ما را در ماه مبارک رمضان قرار میده، اول اینمی مرحله از عمر خود را مثل سایر ماه ها حساب نکنیم. این وظیفه اولی ما هست که ماه مبارک رمضان را بسیار بالاتر از سایر ماها بدانیم. به خاطر چی کار؟ حالا چی رقم از این استفاده بکنیم؟ از این به خاطر کسب ثواب بیشتر بعد استفاده بکنیم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله تبارک و تعالی فضل و احسانش برای بنده در این ماه خیلی بالا میره و خیلی فوران پیدا میکنه که در بدل یک امر مستحبی به اندازه فرض ثواب میده. یعنی منظور اصلی هست که هیچ وقتی اعمال نفلی و مستحبات به اندازه فرض هرگز ثوابشان شده نمیتونه. این فضل الله هست، این احسان الله هست، این کمال رحمت و عطوفت و مهربانی الله هست به این انسان غافلی که در این ماه در بدل یک امر مستحبی برش به اندازه فرض ثواب میده. اول این اهمیت را باید بفهمیم. دوم در ادای فرضیات به حدی پابند باشیم، مثل از این وری که شما وقتی یک وقت نماز فرض میخوانین و او را به وقت درستش میخوانین، مثل از این وری که 70 برابر 70 فرض را ادا کرده باشیم. پس این نکته را باید مد نظر داشته باشیم. به همین خاطر خیلی مهم هست که اول ما وقتی در این ماه مبارک داخل میشیم، از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی حساب ما با این ماه یک حساب ویژه و خاص باشه، مثل دیگه ماهای ماه را حساب نکنیم. به خاطر چی گپ؟ به خاطر کسب ثواب. و به همین خاطر خیلی خوب است همه ما شما الله بر ما هم توفیق بده اگر بتونیم کار را بکنیم، یک تقسیم اوقات بسیار منظم برای خود جور بکنیم، یک تقسیم اوقات بسیار منظم جور بکنیم، به خاطری که از این ماه به خاطر کسب ثواب بیشترین بهره را ببریم. این تقسیم اوقات را رقم جور بکنیم. شما مثلا تصور بکنین اگر ما امیر اعظمی نماز صبح مختصرش ذکر میکنه، باز تفصیلاتش شما خودتون میتونین بعد نظر بگیرین. از این نماز صبح نظر بگیرین وقتی یک نفر اول در این ماه مبارک
نماز فرضی صبحتان را حتما باید با جماعت بخونین. این از پیشتان و الحمدلله که معمولا مردم چون در سحری میخیزن، غالبا کسایی که الله برشون توفیق میده حتما در این ماه نماز صبحشان با جماعت میباشه. این را فراموش نکنیم. به دلیل از اینکه در ماه‌های عادی الله تبارک و تعالی در بدل اشتراک کردن ما شما در جماعت 27 یا 25 درجه ثواب میده، در این ماه امی چندین برابر بالا و بالا و بالا میره. پس این کار را بکنیم. بعد از او نکته بسیار مهمه که هم تأثیرات مثبت تربیتی داره و هم تأثیرات مثبت معنوی داره. رعایت کردن و پابند بودن به اذکار هست. این خیلی مهم هست. این خیلی مهم هست که بر علاوه از اینکه شما فرایض را انجام میدید، مثلا شما اذکار حتما دوستا آشنا هستن و من مطمئن هستم ان شاء الله در جمع شما حتما کسایی باشه که حتما با خود یا اذکار را یاد داشته باشه یا حتما کتاب پناهگاه مسلمان را داشته باشه. در جمع شما چی کسی اذکار را حفظ داره و چی کسی کتاب پناهگاه مسلمان را داره؟ انتظارتان محدود است. این کارا باید بکنید. او دوستایی که اذکار را حفظ داره، خونور و نور، او دوستایی که اذکار را حفظ نداره، به خاطر پابند کردن خود به اذکار در این ماه مبارک رمضان از این نیم روز باید کتاب پناهگاه مسلمان را پیدا بکنید. از هر جا که پیدا میکنید این کارا باید بکنید و پابندیتان به اذکار مسنونه‌ای که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و فضایل بسیار زیاد داره که ما روی از اونها نمیپیشیم، به اینها از این نماز صبحتان باید پابند باشیم. اذکار بعد از نماز صبح حتما باید بخوانید و مهم است که یک بار دیگه هم تکرار کرده بودیم در خواندن اذکار حالت روحیتان باید زنده باشه، بیدار باشه. تنها در لفظتان اذکار را تلاوت نکنین، چون اذکار را تکرار نکنین به خاطری که تأثیر معنوی باز نداره. وقتی به زبانتان اذکار را میخوانین، قلبتان هم در مفاهیم اذکار دخیل باشه و با شما امی اذکار را تکرار بکنه. با قلب بیدار ذکر الله را بکنین و با قلب بیدار ذکر الله را کردن تأثیر به ایجاد میاره. اما اگر شما مثل که متاسفانه معمولا یک بار دیگه هم تکرار کرده بودم، اما برادرایی که معمولا پابند به اذکار هم هستن، اذکار مثل یک به اصطلاح اوراد بسیار به عجله میخونن. وقتی یک نفر نماز خلاص میکنه واسه شروع میکنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این ذکر نیست. خب یعنی وقتی میگم اذکار شما فکر نکنین که من خود ذکر میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگم این ذکر است. این ذکر الله نیست. ابو رقمی که ما سر قاری صاحبای ما موارد اعتراض میکنیم که در خواندن تراویح قرآن درست نمیخوانن، این هم اونا هم تلاوت کردن قرآن نیست، این هم ذکر الله نیست. خب به این عجله و با این رقم سرعت و با این رقم تلفظ اصلا این ذکر گفته نمیشه. پس اول در تلفظ اذکار هم دقیق باشین، اذکار را درست بخوانین و مهمتر دیگه چیز که قلب شما در حین خواندن اذکار بیدار باشه، قلب شما خواب نباشه، قلب شما غافل نباشه، قلب شما به چیز دیگه مشغول نباشه. این یک گپ مهم. گپ بسیار مهمتر دیگه چیز که باید از این ماه مبارک استفاده بکنیم، تلاوت کردن کلام الله تبارک و تعالی از این ماه مبارک بسیار باید مد نظر داشته باشیم، چون ماه رمضان بر علاوه از اینکه ماه فضل و احسان الله هست، بر علاوه از اینکه ماه روزه هست، یکی از موارد بسیار مهمتر دیگه چیست که ماه رمضان ماه قرآن هست. ماه رمضان ماه قرآن هست به خاطری که الله تبارک و تعالی قرآن را در این ماه نازل کرده. ماه نزول قرآن هست و ماه تلاوت قرآن هست و ماه تدبر در قرآن هست و ماه از این هست که ما با قرآن زندگی بکنیم. به تعبیر سید قطب شهید میگه که ما باید در سایه قرآن زندگی بکنیم و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت هست که ما زندگی خود را واقعا در قالب قرآن بسنجیم. و این چه زمانی میشه که ما برای خود یک تقسیم اوقات مشخصی، نظر به هر کسی که برای خودشان بهتر میتونن بفهمند، یک تقسیم اوقات مشخص و دقیق برای تلاوت قرآن کریم با تدبر و با معانی و مفاهیمش باید وقت مشخص بکنیم. اگر یک نفری در ماه مبارک رمضان یک تقسیم اوقات منظم به خاطر تلاوت قرآن کریم نداره، بفهمه که تاوان بسیار کلانی کرده. به دلیل از اینکه الله وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله تبارک و تعالی در بدل تلاوت هر حرفی از آیات کلامش بر انسان 10 حسنه میده، این 10 حسنه در ماه مبارک رمضان از صدها هم بالاتر میره. پس این فرصت از دست انسان عاقل نمیره و واقعا وقتی یک انسانی از این نمود یک فرصت استفاده نکنه، باید در مورد ایمانداری خودم کمکی مشکوک شوه و در مورد عقل خودم کمکی باید مشکوک شوه که من چطور یک فرصت را از دست میدم. پس یک نکته مهم دیگه چیست که ما در ماه مبارک رمضان برای تلاوت قرآن کریم یک فرصت بسیار خاص بدیم و تلاوت قرآن کریم را هم درست تلاوت بکنیم. اما رقمی که الله برای ما دستور میده که با ترتیل قرآن تلاوت بکنیم و رتل القرآن ترتیلا، و اما رقمی که دستور میده با تلاوت قرآن کریم در مفاهیم قرآن کریم تدبر بکنیم.
بدون تدبر تأثیر معنوی کلام الله هم بر قلب بنده بسیار ضعیف است. اگر شما قرآن را تلاوت میکنین، خب قرآن را با تدبر تلاوت نمیکنین، در معانی قرآن کریم ذهنتان مشغول نمیشه و قلبتان در خواندن قرآن کریم با شما نیست، هرگز او تأثیر معنوی اساسی را که تلاوت قرآن باید در قلب بنده مؤمن داشته باشه، او تأثیر به دستتان نمیآید. او تأثیر چیست که مؤمنین کسانی هستند که و اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا. زیادت ایمان مفهوم تقوا هست، زیادت ایمان مفهوم ایمان واقعی هست. پس برای از این که ما قرآن را تلاوت بکنیم، اول باید برای خود یک تقسیم اوقات مشخص داشته باشیم. گپ بسیار مهم دیگه است که تلاوت قرآن کریم به گونه باید صورت بگیره که یک انسان مسلمان عملا احساس زیادت ایمان را بکنه. و اگر ما عملا احساس زیادت ایمان را نکردیم، پس در تدبر خود و در تلاوت خود با قرآن حق تلاوت قرآن را ادا نکردیم. به خاطر از اینکه قرآن کریم سر ما حق داره تلاوت شوه و حق تلاوتش ادا شوه. الله تعالی صفات مؤمنین را ذکر میکنه، کسانی هستند الذین در آیات قرآن کریم در سوره بقره یعنی که قرآن را تلاوت میکنن، یتلونه حق تلاوته، حق تلاوت قرآن را ادا میکنن. او دوستایی که ما که میتونن مفاهیم قرآن را بفهمن، حداقل در نمی سطح از فهم ترجمه قرآن کریم را دارن که خودشان بفهمن، این خیلی خوب هست. و اگر نمیفهمن خیلی خوب هست که از ترجمه ها استفاده بکنن، یعنی قرآن کریم را بخوانن و در کنارش ترجمه را هم بخوانن. خصوصا بعضی از ترجمه هایی که خیلی ساده کردن مفاهیم را، یک ترجمه‌ای که فعلا معمول هم هست در بازارها و ترجمه خوبی هم هست، مطمئن‌تر هم هست و عالم خوبتر هم رو نوشته کرده، کتاب تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل هست. تفسیر نور یک جلد است، ترجمه مفهومی کرده قرآن کریم را و شرح بسیار مختصر داده. یعنی وقتی شما خواسته باشین که مفهوم آیات را بگیرین، از ترجمه که نامش تفسیر نور هست، شما ازش نترسین که حتما کلان هست، یک جلد است. خب نامش تفسیر نور هست، در اصل ترجمه تشریحی هست. خیلی خوب هست که از این استفاده بکنین. یعنی منظور من این هست که برای از این که شما بتونین در معانی قرآن تدبر بکنین، ضرورت دارین مفهوم را بفهمین. بدون معنا امکان تدبر وجود نداره. ما اگر معنای قرآن نفهمیم چه تدبر بکنیم؟ دقت کردین؟ و این که کسایی که میفهمن خیلی خوب است، اون کسایی که نمیفهمن به خاطر از اینکه بتونن در قرآن تدبر بکنن و او تدبر در قرآن کریم تأثیر معنوی را در قلبشان بگذاره، خیلی خوب است که از ترجمه قرآن کریم استفاده بکنن. و امیر ما بلد بودم، اگر دوستای دیگه کدام ترجمه های بهتر را بلد بوده باشن هم استفاده بکنن، مشکل نداره. فقط به عنوان معرفی گپ گفتم. این وظیفه دیگه است که ما باید در نظر داشته باشیم. نکته بسیار مهمتر دیگه است که پابندی به سایر سنت ها و مستحبات در این ماه مبارک است. پابندی به سایر سنت ها و مستحبات را هرگز فراموش نکنیم. از سنت های نماز اشراق گرفته تا نماز ضحی و تا سایر سنت های که در نماز داریم و سایر سنت هایی که معمولا دوستا آشنا هستند و یکی از علما کتاب نوشته کرده 1000 سنت در شبانه روز. شاید این کتاب رو مطالعه کرده باشین، در سایت عقیده هست. 1000 سنت در شبانه روز. یعنی شما فکر بکنین که اگر بتونین از بین 1000 سنت 500 دانه از سنت ها را در شبانه روز احیا بکنین، فرضیات را به جایشان بگذارین، در بدل هر کدام از این الله متعال برای شما به اندازه 500 دانه عمل فرضی ثواب میده. و این یک امر کوچک و عادی نیست و هیچ انسان مسلمانی نمیتونه به این امر چی بکنه، به اعتنایی بکنه. خیلی خوب هست که همون کتاب را هم مطالعه بکنین. من زیاد تفصیل نمیتونم برای اینکه وقت ما محدود میشه. همین کتاب را پیدا بکنین، کتاب 1000 سنت در شبانه روز و سنت های معتبر را از رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفته. این همین سنت ها را هم در حد وسع و توانتون چی بکنین، احیا بکنین. نکته بسیار مهمتر دیگه ای که به او هم اشاره کردن ضرورت هست است که ماه مبارک رمضان ماه صیام هم هست، ماه قیام هم هست. اما رقمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. به این لفظ در حدیث متفق علیه میگه که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که قیام رمضان را میکنه از روی ایمانداری و به قصد ثواب، الله متعال همه گناهانش را میبخشه. پس نکته بسیار مهم امی هست که ما قیام ماه مبارک رمضان را هم از دست ندیم. بهترین قیامی که در ماه مبارک رمضان میشه، روی مباحث اختلافات فقهی علما نمیپیچم، کلیات مبحث را ذکر میکنم. ما به خاطر قیام یا به اصطلاح شب زنده‌داری کردن ماه مبارک رمضان، اینمی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل و گواه کافی هست. حدیث متفق علیه هست که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را تشویق میکنه به چی؟ ما را تشویق میکنه به این که ماه مبارک رمضان شبهای رمضان را در چی سپری بکنیم؟ من قام رمضان، پیامبر به صورت عام ذکر میکنه کسی که قیام میکنه رمضان را، یعنی کل شبهای رمضان را چی میکنه؟ قیام میکنه. ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. از روی ایمانداری
و به قصد ثواب الله متعال کل گناهانش را میبخشه. پس ما بر علاوه که از طرف روز هم یک برنامه مشخص برای خود داشته باید باشیم، از طرف شب هم یک برنامه خیلی منظم و دقیق داشته باشیم. و این معنی از این است که ما نیازهای خود نادیده بگیریم، بلکه بله تلاش باید بکنیم که به حد که ضرورت داریم استراحت هم برای خود مد نظر بگیریم. و خیلی خوب است که اوقات اگر بر اونایی که امکان از این وجود داشته باشه، اوقات استراحتتان را در رمضان از شب به طرف روز بیارین، به خاطری که بهره برداری از شب بیشتر است و تأثیرات مشخصش داره. او کسایی که نمیتونن بر از اونها میشه که دیگر رقم برای خود برابر بکنن. خب حد اقل کاری که ما باید بکنیم در نمازهای تراویح باید اشتراک بکنیم، خصوصا در نمازهای او جاهایی که مردم تلاوت قرآن را درست میکنن، درست تلاوت قرآن را میکنن. او خالی صاحبای ما که این کار را باید بکنیم، سنت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و سنت خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. این کار را باید بکنیم. نکته مهمتر دیگه‌اش که من مطمئن هستم بیشترین تأثیر را داره و بیشترین به اصطلاح اجر و مزر هم داره نسبت به همه سایر نوافل کرده، در ماه‌های مبارک رمضان به هیچ وجه از پیش ما باید تهجد قضا نشه. قطع نظر از اینکه او دیدگاه علما رو بگیریم که منظور از تراویح خود تهجد است. خب اگر یک نفر در سر شب تراویح هم میخونه، در قسمت اخیر شب، در ثلث اخیر شب عبادت را به هیچ وجه نباید فراموش بکنیم. به دلیل چی؟ به دلیل او حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله تبارک و تعالی در ثلث اخیر شب از بالا از آسمان دنیا پایین میآید و ندا میکنه که کی هست او بنده‌ای که از ما طلب بخشش بکنه و ما او را ببخشم، و کجا هست او بنده‌ای که از ما چیز را طلب بکنه و برش بتم. این در همه سال هست. در ماه مبارک رمضان این فوزان این نعمت الله متعال بسیار بالا میره. پس در شبها، در هر وقت شب که بر اساس توانایی ما برای خود باید یک برنامه مشخص داشته باشیم، به هیچ وجه ثلث اخیر شب را از دست ندیم. به دلیل از اینکه شما فکر بکنین یک بار آدم گاهی وقتا که خود یک کمک مکس بکنه اهمیت یک گپ را خوب میفهمه. اول حالتهای ایمانی ما، گناهان ما، خطاهای ما، اشتباهات ما، وضعیت‌های بسیار ضعیف ایمانی خود مد نظر بگیریم که چقدر نیازمند استغفار هستیم و چقدر نیازمند بخشش الله تبارک و تعالی هستیم و باز در کدام ماه قرار داریم. ماهی که ماه رحمت است. در این نمط یک ماه در ثلث اخیر شب الله تبارک و تعالی با او ذات عظیم و جلال و بزرگی و عظمت و صفات کمالی که داره پایین شود و اون ندا بکنه ای بنده کجا هستی؟ تو از من طلب بخشش بکنی، من طلب بخشم. این ندا را پروردگار بکنه و ما شما قراره که در خواب باشیم یا در کار دیگه مصرف باشیم. این چقدر برای یک انسان دردآور است که چقدر نیازمند بخشش پروردگار هست و پروردگار به اونمو عظمت و جلالش آمده و ندا بکنه ای بنده کجا هستی که از ما طلب بخشش بکنی و ما غافل باشیم. این بسیار برای یک انسان بسیار به اصطلاح جای بدبختی است اگر از این تو یک فرصت استفاده اساسی را نبره. به همین لحاظ انسان مسلمان باید تا آخرین حد تلاش بکنه که به اشکال مختلفی ماه مبارک رمضان ماه پاک شدنش از همه گناهان باشه. با دو کار ما شما این کار کردن میتونیم. یکی در انجام خوبی ها، وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله برای روزه هم میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و این آیت را هم مد نظر بگیریم که رسول الله قرآن کریم برای ما میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. هر خوبی ما در حقیقت تیشی هست که ما گناهان را از خود میزدیم. خب علما در توضیح از این میگن که این بیشتر گناهان صغیری ما شما را از بین میبره. پس به خاطر گناهان کبیره ما که مهلکترن و ما را بیشتر مستحق عذاب میگردانند نیازمند توبه و استغفاریم. و بهترین زمان برای توبه و استغفار بر اساس گواهی خود آیات قرآن کریم سحر هست، سحرگاهان. و المستغفرین بالاسحار از جمله بارزترین صفات مؤمن هست که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم از اونها چی کرده؟ یاد کرده. به خاطر چی؟ به خاطری که فوران رحمت الله و فوران فضل الله تبارک و تعالی در این ماه خیلی زیاد هست و در این ماه ها خصوصا در شب بیشتر هست و در ثلث اخیر شب خیلی بیشتر هست. و از لحاظ مزد و اجر هم همه نوافل و سنت ها، هیچ کدام نوافل و سنت ها به اندازه نماز تهجد ثواب نداره. هیچ نوافل به اندازه تهجد ثواب نداره. پس وقتی که ما با دیگه سنت ها پابند میشیم از فضیلت و ثواب نماز تهجد هرگز نباید غافل باشیم. و بر علاوه از اینکه تهجد خدا درست باید بخونیم، گپ بسیار مهمتر دیگه هست که باید استغفار سحرگاهان در ماه مبارک رمضان از ما هرگز قضا نشه. و خیلی خوب هست که بتانیم این را در یک جای به صورت به اصطلاح تنهایی انجام بدیم. به دلیل از اینکه خود شب
خود شب امی تاریکی شب یک فضای معنوی داره و با ثلث اخیر شب این فضای معنویش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و زمانی که یک نفری در تنهایی قرار بگیره باز طلب استغفار برای انسان یک تأثیر بیشتر میکنه نسبت به اینکه در جمع باشه. به این خاطر خیلی کوشش بکنین که در یک قسمت از اینکه بعد سحری را هم مد نظر بگیریم که رقمی که استاد توضیح دادن از آداب فقهی روزه را مد نظر بگیریم سحری را هم، اما از سحری خوردن که خیلی مهمتر استغفار سحرگاهان هست. خب این هم فراموش نکنین و خیلی کوشش بکنین که اینمی حالت را وقتی شما در سحر میخواین توبه و استغفار بکنین چند حالت را در ذهنتان بیارین. این حالت را در ذهن آوردن باعث میشه که از لحاظ ایمانی تقویت شویم و وضعیت ایمانی ما تغییر میکنه. وقتی شما خواسته باشین که استغفارتان استغفار حقیقی باشه، اول در ذهنتان گناهانتان بیارین، گناهانتان را حساب بکنین، اینی گناه یک مرحله را وقف بکنین برای از اینکه گناهانتان را حساب بکنین و هر کدام ما شما متاسفانه واقعا مال از گناهان هستیم. این هر کدام ما شما خودمون خوبتر میفهمیم، در مورد یک دیگه قضاوت نمیکنیم، خودمون خوب میفهمیم. ان الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیره. هر کدام ما از گناهان ما خوب آگاه هستیم. اول برای از اینکه خوب امی وضعیت معنوی ما تغییر بکنه، اول یادآوری بکنین گناهانتان را که یک قدر گناه کردم. یک چند دقیقه را برای شمارش گناهانتان اختصاص بدین و بعد از او وضعیت را که شما در قرار دارین را یادآوری بکنین در ماه مبارک رمضان، در شب‌های بسیار با برکت و در ثلث اخیر شب و این را در ذهنتان بیارین که پروردگار این میال از آسمان از بالای عرش پایین شده و از شما طلب میکنه که چی کدام بنده هست که از ما طلب بخشش بکنه و ما او را ببخشم. اینمی حالت را در ذهنتان بیارین و بعد از او خاشعانه از الله متعال طلب استغفار بکنین و این یک روز دو روز نباید بوده باشه. در طول ماه مبارک رمضان این کار را بکنین. خود تأثیر استغفار سحرگاهان از لحاظ معنوی برای یک انسان به تعبیر عامیانه ترش بهترین چارج معنوی هست، بهترین وسیله برای تقویت ارزش‌های ایمانی هست، بهترین وسیله برای پاک کردن قلب هست از همه آلودگی‌ها. به خاطر از اینکه او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را شما شنیدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی یک بنده گناه میکنه در قلب این بنده یک نقطه سیاه ایجاد میشه و با کثرت گناهان این نقطه سیاه اضافه میشه تا زمانی که قلب را کاملا میپوشانه. گناهان قلب را میپوشانه، سیاه میسازه و استغفار دوباره پس پاککاری قلب را شروع میکنه. از این تاریکی های گناه، همه تاریکی های گناه را میزداید. پس ما در یک ماه مبارک رمضان باید به اینمی پاککاری قلب خود از تأثیرات و از تاریکی هایی که گناه در قلب های ما شما ایجاد کرده را باید بزداییم و این وظیفه اصلی ما باید باشه. و این چه زمانی میتونیم بفهمیم؟ زمانی که در این ماه مبارک رمضان از لحاظ ایمانی وضعیت ایمانی تان متفاوت‌تر از قبل از رمضان باشه. چی زمانی میتونیم تأثیر روزه و تأثیر ماه مبارک رمضان را ارزیابی بکنیم که وضعیت ایمانی تان را با قبل از ماه مبارک رمضان مقایسه بکنین و بسیار واضح تأثیر ایمانی را در قلبتان احساس بکنین، مفهوم زیادت ایمان را در قلبتان احساس بکنین. اگر این تاثیر را احساس نکردین بفهمین که استفاده درستی از ماه مبارک رمضان نکردین. و این تاثیر را از لحاظ عملی چه رقم ببینین، چه رقم ارزیابی بکنین؟ از لحاظ عملی انگیزه قلبیتان را برای انجام خوبی ها و بر کسب فضایل و بر کسب ثواب و انگیزه تان را برای فاصله گرفتن از بدی ها و زشتی ها و پلشتی ها ارزیابی بکنید. چقدر انگیزه دارم؟ آیا حقیقتا ما از لحاظ ایمانی در این ماه مبارک تأثیر کردیم یا نکردیم؟ خود ما باید محاسبه بکنیم و این مقوله مشهور از عمر رضی الله عنه است که شما خودتان محاسبه بکنین قبل از اینکه مورد محاسبه قرار بگیرین. محاسبه ایمانی از جمله بهترین وسایل برای مفاهیم تزکیوی هست. اگر یک انسان خود را محاسبه از خود نداشته باشه هرگز به معنای واقعی کلمه تزکیه نمیشه. و علما توضیح میدن میگن خیلی خوب است که یک انسان خصوصا مثلا اگر روزش سپری میشه در ختم روز یا معمولا شب اگر سپری میشه در ختم شب در هنگامی که شما میرین در سر خوابتان یک بار ارزیابی از خود بکنین که در این روز مثلا امروز روز پنجم ماه مبارک رمضان هست، این روز پنجم ماه مبارک رمضان سپری میشه من چی استفاده را کردم؟ بدا به حال او انسانی که در ارزیابی خود برای خود در ماه مبارک رمضان گناه کسب کرده باشه دیگه. این از اینکه در انسان به اصطلاح بدبختی که شاید پیدا نشه که در ماه مبارک رمضان وقتی خود در شب محاسبه میکنه در محاسبهش گناهان زیاده داشته باشه.
و این واقعیت گپ اگر ما ببینیم هست در جمع ما شما هم متاسفانه مرتکب گناهان و خطاهایی میشیم. پس در ماه مبارک در وقت شب خواب میکنین امروز مثلا تو محاسبه بکنین که من روز پنجم ماه مبارک رمضان را چه رقم سپری کردم. اول ببینین مرتکب گناهان خو نشدین و اگر مرتکب گناهان شده بودین این نشان دهنده متاسفانه حالت بسیار وخیم ایمانی یک نفر هست که شیاطین هم بسته باشن، نفس تو هم سرکوب شده، باز هم به حد قلب تو مالامال از گندگی ها و کثافت ها باشه که در این ماه مبارک رمضان بجای از اینکه تو ثواب و فضیلت کمایی کرده باشی گناه کمایی کرده باشی. اگر کسی این حالت را داشت باید به حال خود بگریه و اگر منصفانه ببینیم این حالت اکثریت من و شما هست. من در مورد خود میگم هست. بعد از او اگر الله براتون فضل کرده بود و اگر احسان کرده بود که از گناهان خود را خلاص کرده بودین، بعد از او ببینین که از خوبی ها چقدر کمایی کردین براتون. خب بیشتر تمرکزتان در این بوده باشه که ما چقدر از گناهان دوری کردیم، چقدر از گناهان دوری کردیم و آیا واقعا امور رقمی که ما باید از این ماه مبارک، مثلا امور رقمی که ما باید از روز پنجم ماه مبارک رمضان، امور رقمی که باید استفاده بکنیم این استفاده را کردیم؟ و اگر این استفاده را نکرده بودین باید باز استغفار طلب بکنین و اگر مرتکب گناهان شده بودین که بسیار بیشتر و بیشتر نیازمند از این هستین که طلب استغفار از الله تبارک و تعالی بکنین. پس منظور اصلی ما می هست که ماه مبارک رمضان ماه ایمان هست. پس ما در ختم این ماه احساس زیادت ایمان در قلب خود داشته باشیم. ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست. پس ما در ماه مبارک با قرآن آشتی بکنیم و حداقل در طول 12 ماه یک ماه را با قرآن سپری بکنیم و اگر این ماه ما با قرآن به معنای واقعی کلمه با قرآن باشه، من مطمئن هستم که سر 11 ماه دیگه ما در سال تاثیر میکنه. و این را از کجا میگیم؟ از زندگی سلف صالح ای امت میگیم، از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و از زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم. حالت معنوی صحابه از هر لحاظ در ماه مبارک رمضان کاملا متفاوت تر بود. یک نمونهش استاد پیشتر برای شما اشاره کرد برای سخاوتمندی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر ماه سال خیلی سخاوتمند بود، اما در ماه مبارک رمضان سخاوتمندی رسول الله صلی الله علیه و سلم از باد بسیار تند هم کرده تیزتر و بیشتر بود. این تأثیر چی بود؟ یکی تأثیر روزه ماه مبارک رمضان که در رفتار انسان باید دیده شود، تأثیر قیام ماه مبارک رمضان که در رفتار انسان باید دیده شود، تأثیر تعامل با قرآن و تأثیر زندگی کردن در سایه قرآن و با قرآن زندگی کردن باید در زندگی انسان باشه و عملا ملموس باشه و عملا لمس شود و عملا احساس شود. و الحمدلله ثم الحمدلله یک چیز بسیار مهم دیگه هم که انسان در این ماه او را احساس میکنه امی هست که با وجود اشتباهات و خطاها و جنجالهای بسیار زیادی که ما در اجتماع خود داریم، با وجود از اینها ماه مبارک رمضان به صورت عمومی وضعیت اجتماعی جامعه ما شما هم وضعیت نسبتا معنوی تری میشه. این حتما احساس کرده باشین. ماه مبارک رمضان ماهی هست که وضعیت عمومی جامعه هم چی میشه؟ خیلی بهتر و مناسب تر میشه. و این چی تاثیر داره؟ طبیعت انسان به گونه هست که گاهی وقتا یک کار را میکنه ولو این کار خوب هست، ولو خودش قلبا قناعت داره که این کاری که من میکنم کار خوبی هست، اما وقتی دید که این خلاف روال جامعه هست، از انجام این عمل کم احساس ضعف میکنه و کم احساس فشار میکنه، خصوصا وقتی از لحاظ اخلاص کم داشته باشیم که متاسفانه یک وضع ما اگر در ارزیابی خود میبینیم متاسفانه این خلل را داریم. در ماه مبارک رمضان اینمی وضعیت عمومی جامعه تا حدود زیاد مثبت میباشه. البته این ارزیابی ما هست اگر ان شاء الله خطا نکرده باشم و این آدم میبینه عملا نه همین تعداد جمع کثیری از دوستای ما که در اینجا فعلا حضور دارن و نسبت به روزهای دیگه از جمعه های دیگه که پررنگتر است، من مطمئن تاثیر رمضان هست و من مطمئن هم که این برکت رمضان بوده و مهمی هست که ما اینمی تاثیر رمضان را و اینمی برکت رمضان را باید نگاه بکنیم. تأثیر رمضان را و برکت رمضان را نگاه بکنیم و بعد از ختم این ماه مبارک انسان نباشیم که قبل از رمضان بودیم. از لحاظ ایمانی او انسان نباشیم که قبل از رمضان بودیم، بلکه حالتهای ایمانی ما کاملا متفاوت باشه. و اگر اینطور نباشه چی؟ یک حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تهدید بسیار خطرناک کرده برای او کسانی که
ماه مبارک رمضان را استفاده درست ازش نمیکنن. و این حدیث شما حتما شنیده باشین که یک روز در روز جمعه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر بیان خطبه میرفتن که سر محراب بالا شوند. هر قدم خود را که میماندن میگفتن آمین آمین آمین. 3 بار رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه در هنگامی که بر خطبه میره آمین میگه. و بعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن میکنن یا رسول الله تو چطور 3 بار آمین گفتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبریل دعا کرد، 3 دعا کرد و من هم به هر 3 دعای از او آمین گفتم. یک دعای جبریلی بود که دعای بد کرد بر او انسانی که اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای گفته شود و او آدم بخیل باشه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود نفرسته. میگه جبریل این دعا را کرد، رسول الله میگه من هم آمین گفتم. دعای دیگه شی بود که جبریل بر علیه او انسان دعا کرد که پدر و مادر خود را یا یکی از اونها را در حالت بزرگسالی دریابه و با حد نیکی هایی که به اونها نکرده باشه خود مستحق جنت نسازه. یعنی یک نفری پدر و مادرش در بزرگسالی دریابه و به اونا به این اندازه نیکی نمیکنه که مستحق جنت شوه، یعنی حقشان ادا میکنن، خب به او اندازه نیک مستحق جنت شود. به این مت یک انسان هم جبریل دعای بد میکنه و رسول الله هم آمین میگه. در جمع اینها یک نفر، او نفر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ماه مبارک رمضان را سپری میکنه خو هنوز هم گناهانش باقی هست. بسیار گپ خطرناکی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبریل دعا کرد بر علیه او انسانی که ماه مبارک رمضان را سپری کرده هنوز هم گناهانش باقی مانده. حالا شما فکر بکنین، شما و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش میگه در روز جمعه 1 ساعتی هست که دعا رد نمیشه، هیچی، هر کس که دعا بکنه حتما دعا از او قبول میشه. و خیلی از علما میگن که اینمی ساعت دعا بیشتر علما نظرشون نیست که در اون هنگامی است که امام به خاطر خطبه بالا میشه و امیر روز جمعه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خطبه بالا میشه. و چی کسی دعا میکنه؟ جبریل امین وحی روح القدس دعا میکنه بر علیه 3 نفر. و چی کسی آمین میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اسباب اجابت این دعا خیلی بالا هست. روز جمعه هست، ساعتی هست که در جمعه وجود داره و دعا کننده جبریل هست و آمین گوینده هم رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بر علیه او انسان دعا کرده که رمضانش سپری شده خو گناهان هنوزم به او باقی مانده باشه. از این کلا تهدید خطرناک من فکر نمیکنم برای یک نفر دیگه باقی مانده باشه. پس انسان مسلمان امین نکته را مد نظر بگیره که اگر از رمضان استفاده درست نکردیم و اگر از بعد از گذشت ماه مبارک رمضان هنوزم در قلب ما سیاهی گناه وجود داشت، اگر بعد از ماه مبارک رمضان هنوزم نفس ما به طرف گناه تمایل داشت و اگر بعد از ماه مبارک رمضان زمانی که شیطان رها میشه و باز بیا سر قلب ما تسلط بکنه، اگر این حالت داشته باشیم نشان دهنده از این هست که انسانی نیستیم که مستحق رحمت الله باشیم. به خاطر چی؟ به خاطری که ماه مبارک رمضان ماه فوران رحمت الهی هست و وقتی یک نفری در این ماه خود از رحمت الله محروم میکنه با خطاها و اشتباهاتش، در دیگه ماها برای خود کسب رحمت الله را کرده نمیتونه. و اگر انسان از رحمت الله و از فضل الله محروم شود چی میشه نتیجه کارش؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهای مسنونش میگه پروردگارا ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین، در یک چشم به هم زدن هم مرا به نفس مرها نکن. پس وقتی یک نفری در ماه مبارک رمضان فضل الله را برای خود کسب نکرده باشه، کسی در ماه مبارک رمضان با کمال فوران رحمت الهی و غفوریت الهی نتانسته باشه گناهان خود را معاف بکنه با استغفار توسط الله تبارک و تعالی، اگر این کار کرده نباشه و اگر کسی در ماه مبارک رمضان زمانی که الله در بدل مستحبات به اندازه فرض ثواب میده و در بدل هر فرض به اندازه 70 فرض ثواب میده که همه از اینها عوامل برای زدودن گناهان هست، اگر کسی از همه از اینها استفاده نکرده و بعد از ماه مبارک رمضان هنوزم انسان گناهگاری هست، این انسان مستحق عزیز که باید حتما مستحق عذاب الله تبارک و تعالی قرار بگیره. یعنی نشان دهنده عزیز که این نفر از لحاظ ایمانداری مشکل جدی داره. دقت کردین؟ تکرار میکنم گپ مرا، وقتی یک نفری ماه مبارک رمضان میاد، ماه مبارک رمضان که ماه استغفار هست و ماه طلب بخشش الله تبارک و تعالی هست، این نتونست استغفار بکنه و از گناهان خود طلب بخشش بکنه که الله ببخشش و نتونست خوبی ها را و خوبی ها و فضایل را و سنت ها و مستحبات و فرایض را به حدی انجام بده که گناهانش زدوده شود. معنای این گپ چیست؟ معنای این گپ است که این انسان است که این تهدید الله تبارک و تعالی حتما سر از او تطبیق میشه که والعصر ان الانسان لفی خسر، اینمی انسان حتما در زیان هست.
اینمی انسان حتما در چی هست؟ حتما در زیان هست. و این نشان دهنده از این است که یک نفر انگیزه های خیر برای کسب اجر و برای کسب ثواب در قلب این نفر مرده، در حالی که نجات انسان در چیست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. نجات انسان او انسان نجات پیدا میکنه که قلبش زنده باشه و قلب این نفر مرده. وقتی نمیتونه از ماه رمضان استفاده بکنه، وقتی نمیتونه با گذشت ماه مبارک رمضان هنوز گناهانش باشه، و از این که خطرناکتر بدا به حال او انسانی که ماه مبارک رمضان سپری میشه، گناهانش که بخشیده نشده و نشده که گناهان بسیار زیاد دیگه هم برای خود کسب کرده باشه. این انسان دیگه خیلی بالاتر از اون انسان دیگه است که حتی جبریل بر علیهش دعا کرده و پیامبر هم چی گفته؟ آمین گفته. و متاسفانه اگر ما منصفانه خود را ارزیابی بکنیم، مواردی در اینمی تیف قرار میگیریم که در ماه مبارک رمضان هم گناه میکنیم. گناهان شاید کلان در نظر شما نمیاد، غیبت نمیکنیم، بهتان نمیبندیم، در مورد برادر مسلمان خود گمان بد نداریم، حداقل در مورد پابندی ما به نمازها در اول گاهی وقتا بعضی از گناهان را یکی از علماء توضیح داده بود، میگه بعضی مردم فکر میکنن چند دانه گناه کلان است، اگه اینا را نکردیم دیگه گناه کبیره نیست. یکی از جمله بزرگترین گناهان کبیره هم است که تو نمازت میخوانی خود تأخیر میکنیش. این از جمله بارزترین صفات منافقین است. یعنی اگر ما تنها در نماز خود تأخیر میکنیم، مستحق گناه شدیم و مرتکب یکی از گناهان کبیره شدیم و یکی از بارزترین صفات منافقین در ما وجود داره. دیگه گناهان ما یاد نمیکنن. تأخیر یعنی میمونه نماز تأخیرش باز وقت میخونه، در اخیر وقت میخونه. رسول الله صلی الله علیه و آله یک از صفات منافقین نمیگفتن و یه جمله گناهان کبیره هست که یک نفر نماز خود میخونه، دیگه گناه نمیکنه، روزم بلا زنا خود نمیکنه، قتل نمیکنه، نمازم میخونه، نماز در تأخیر میخونه، در اخیر وقت میخونه که وقت قضایش نزدیک شده. این از جمله گناهان کبیره هست. اینو به عنوان نمونه ذکر کردم. یکی یک نفر غیبت میکنه خود گناه کبیره کرده، یکی یک نفر بهتان میبنده گناه کبیره کرده، یکی یک نفر دشنام میته این کارا رو خود کرده. اگر از اینا هم خود نجات داده، حداقل در نماز خود تأخیر کرده و نماز خود در اخیر وقت خوانده، این هم در گناهان خطرناک دخیل هست. و بدا به حال او انسانی که بعد از ختم ماه مبارک رمضان گناهانش که بخشیده نشده گناهان دیگه را هم بر خود چی کرده؟ جلب کرده. از الله متعال استدعا میکنیم که حداقل ما را از این جمع قرار نده و پروردگار برای ما شما توفیق بده که از این ماه مبارک استفاده درست بکنیم. فراموش نکنین حقیقتا گمان ما و ذهن ما در ماه مبارک این رقم باشه که فکر بکنیم اینمی آخرین رمضان ما هست، چون هیچ کدام از ما شما الله بر همه ما شما عمر طولانی بده، عمر خیر نصیب بکنه، اما هیچ کدام ما شما ضمانت کرده نمیتونیم که سال دیگه هم رمضان را در میابیم. کسی ضمانت را کرده میتونه؟ پس اینمی رمضان به غنیمت بشمارین، از اینمی رمضان به گونه‌ای استفاده بکنین که فکر بکنین اینمی آخرین رمضان عمر شما هست. همین رقم استفاده بکنین و این زمانی میشه که فضل الله شامل حال ما شده باشه و ما دارای قلب‌های بیدار باشیم. از الله متعال استدعا میکنیم که پروردگارا برای ما تو این توفیق را نصیب بکن که از این ماه بسیار برکت استفاده درست بکنیم و واقعا بعد از ختم این ماه مبارک رمضان ایمان ما ایمان جدایی بوده باشه و تقوا در قلب‌های ما جا گرفته باشه و پروردگار تو با فضل و رحمت و احسان بسیار بسیار بزرگی که داری پروردگار تو خودت برای ما این توفیق را نصیب بکن که حقیقتا بعد از ختم این ماه مبارک گناهانی در ما وجود نداشته باشه و با کسب خوبی ها و فضایل و انجام نیکی ها پروردگار خود را مستحق جنت بسازیم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. جان من فدای حرف پیغمبرم.